Bismillahirrahmanirrahim. برادر خونه اهل بشیره خب سلام علیکم حبوبی چهل دوری میگم قطعی نواسام کم صحبت کنم. سلام برادران قندم، سلام، زنده باشین. سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام بابا کند داغو هستیم همه وقت. لایکا رو بزنید، لایکا را. سلام بابا جان، زنده باشه. زهرا مومینова زنده باشه. بابا قند، بابا سازی، سلام. ای نام بچه ها مومینوبا زنده باشه. نه اینستاگرام ندارم. اینستاگرام من نمیفهمم اینستاگرام چیه. همسایه رو خبر کنین. نام کافی برکت چی برم دیگه. کی برن کافی برکت. ای سلام علیکم بابا خان. چی یوسف جان شیرخانو زنده باشین. همسایه رو خبر کنین. همسایه‌تون رو خبر کنین. نفهمیدین؟ همسایه رو خبر کنین. بابا افیر در اومده صحبت میکنه. زنده باشین شیر الله، زنده باشین. سلام علیکم و علیکم سلام علیکم بابا قند، زنده باشین. نواسکای قند باباش زنده باشین. بود زدیم با درکتی زن. خب چی گفت؟ خوشون نشان. ای بابا سازی شکرانه الله. سازم بابا دین شب گپ زدیم. بیو دروی کتی زنکو همکارو تون اوی کم کو دعا دادم. زنده باشین. خب بابا چی؟ یومون جان سلام. سینیت سازه افیر موندوی شو. زنده باشین شیر بچه ها. یومون زنده باشین. شیر مرده وطن 116 کسی هم اولیم نفهمیدین. همسایه رو خبر کنین. قط لایک هم میزنین. همسایه خبر میشه. 116 کس 15 لایک. همسایه رو خبر کنین که یک همین شیر رو شربت دار کنین. بله. سلام علیکم بابا قند، زنده و سربلند باشین. خان بابا یک دعا برای بچه شهرینو شیرمردای شهرینو زنده باشین. شهرینو بسیار رفیقا دارم استادا دارم. ما قندی خروزک و قندی فوچک زنده باشین. سلام علیکم ایکولابی باستانی زنده باشین. نوروز 5 سلام. ای سیروج 5 زنده باشین. بریم مردم سربلند 5. سلام از نامی لقایو. لقایو مردکای زوره. لقایو زوره نه. لقایو پریکولو زور میکنن. لقایو شیرمردن. لقایو رو من دوست میدارم، ناز میبینم. و یا یک برادرم لقایو قلقا برادر قندی منم. اوخی نخو 100 زیاده از 121 هستم شو داره. لایک نمیجخین. لایک بوجخین همسایه خبر شود. تمام اینم قای لایک کار بوجخین همسایه خبر شود. یک شیره و شربت دو کنم. خیلی که جوابی اماکو سمیر اماکو جوابی تو هم سکوت های برای که وای کردن. جوابی احمق سکوت میگن. جوابی تر سکوت میگیم. زنده باشیم. خب جوابی تر هم سکوت های. بابا جان با پیش. ای بای سمیر وای لگه خیلی گپ نگه. خیلی که وای را کو برادران قند همو آدمایی که گپ قبیح مینیسن کو وایو مرا میبینن کو خیلی میلرزن تلخ کف میشون. رنگ همو تعلقایی که دم میکنن کو با شکافشون میکنن دمشون میبرن. وای هم قنا نیسه بیچاره چیکار کنه آخی تلخش میکفه. وای نامحترم تلخش میکفه. بو چلر میبینه کو یا برا خلاص میشه. بابا دو کن در حق سیروج امروز گذشت. سیروج بابا دعا کن در حق سیروج امروز گذشت. این برادر سیروج این روز درگذشته بوده. خدای مهربان
سفر آخرت شه. خدای مهربان به دیوار دور خدای مهربان سخن گفتن مشکله. برو آمدن که برادر سیروج ایدینو گذاشته. خدای مهربان سفرش نیک بگردونه. خدای مهربان این بفرین به وطن رویش میکنن. خدای مهربان سفری دور و دراشه سفر بگردونه. خدای مهربان خلاصه کردگین جنت الفردوس جای برادر کنه. الله اکبر. زیخ شدن برای برادر خیر نصیب تقدیر خداوند. چیزی که بخواه همه میشه. اگه گوش که تو همین میگوی که اینم سمیر اماکوف تو جنجال در اومده همینجا. همین جنجال در اومده همینجا. کیم چی حقارت کیسی صدقه نامی توجیک شوی. صدقه نامی توجیک شوی. تو برو اومده حقارت کیسی. به حقارت نمیتونی تو گرد داده. سخن گفتن نمیتونه. نامحترم. اما آدمی میبرن حقارت میکنن دشنا میتیم. شما خیلی آدمی مسلمانان کافی نه که همون برادر توجیک راست میگه. تو چقدر حقارت میکنی چقدر دشنا میتی گناه ما کم میشه. با یک روایتی گفتم دیگه تو هم یک سگ میجکه کو اونجا سگ میجکه اون سگ کوی کنه یا باندی پوت میگه دیگه چیکار کنه میتونه سگ اون سگ مرا گزیدن میتونه شما باند خدا باندی پوت میگه اگه بوم بکردن پوی سگ بگزید تو هم سگ هم جکیدن دیگه بو نگن که بوی برادرو میگن که مادرو بسیارتر میگن که گپای رو نخون ای برات داف شو که تو انت عقل نداری چون میکنی میدونی قتی بابو سر بسر میگه تو فقط اون داشنم دوده میتونی لایکو رو بشکن خبردار شوم. خب اومدیم ماه شریف رمضان که میرم خونه. من خونه میدونم خیلی همین پگاه خونه رفتنی باشم بخیر بلقی گپ گفته خونه رفتنی باشین اینجا میگم که باباتون این سال بعد سفر و وطن سفر داره. من اهمیت نمیتونم خیلی همون گفتی همین کی گفتی حاجی دستمراد و یا سگم بگه سگم خیلی همه را منویسته شو هم بخیلی همین مردمی سربلندی توجی کن همین همه را منویسته شما چو خیلی منویسته خیلی من اینا گناهگار من اینا پون بلا بگورم همون دستمراد که یک بلوگر بهترین صنعتکار همین دستمراد صنعتکار حاجی دستمراد صنعتکار چقدر گپای خوب میگه همون بودم شما مینویسین نوشیگرم متوجه شود. خب ولی من اکورات کنم گناهی شافیور بدی شلندر ای بورتش کم گناه میریزه شلندر چی وقت دوره شافیوری ده همین شافیور دوره سیوز کود شافیور دوره سیوز همه چی بگیم چی بدم خودشون میدونن چی بدن. واسه من این گپ زنم کو هم جوانای نامحترم میگن اوه بابای خیلی بده دوره سوزم خیلی بود. زنده باشین. امون همو سمیرا کو با خدا بسپارش خدا دا بسپارش خدا جزاش میتیه برای خدا وایم خلق کرده مرام خلق کرده با خدا بسپارش برام میدونم راست گفتی بابا. از این بچه های نوره آمدی ماه شریف رمضان باره باشه. زنده باشین. ما برای ماه شریف رمضان تبریک کردم و باز هم این روز هم تبریک میکنم. این ماه عفو گناه های ماه دوستی و برادری های ماه همدیگر بخشیدن است. من نمیدونم که همین مردم توجیکی سربلندم ما توجیکی رو میگم سربلند شوین همین سرتون بلند کنین میگم توجیکی رو سربلند شوین شنو میفهمین شما مردم توجیکی سربلند آنم خیر من خیلی گام میزنم توجیک هستم گام میزنم مخمون باید پس نگیریم باید یکم تو نکنیم بگم چی باید نکنیم توجیک هستم من اینه باباتون کو به همین مسافدیش به همین مثلا با گفتی شما بیسوادیش به همین چیزی لوبو تقاطی میرم که ببینی گام میزنم من توجیک بدم پس نمیزنم در لوبو کسکتی گام میزنم او آدمی که پیش اکران گام میزنن یک شما دا گام نزنم خودتون پس نزنید. وقتی شما مثلا کار میکنین استرویکا دا یا که یکم جدا کار میکنین یکم این تانه است جوگیره میبرم خرش اومتم سوماکش میگیرم در کیسه میذارم تمام نمیخوام کار میکنم پلا میگیرم همسایه را خبر کردن خی لایک ابوجی خنده شیردور بیا خی نکید یا 150 کس قریب 55 لایک موندین تمام ای لایک موندن میترسین لایک خبرتیا کردیم لایک ابوجو
بجیده دیگه خبرشان یکم تا دیگه بو خبرش ولی خبر ندارم بسیار آدمو خبرشان صحبت کنین زنده باشین شیر الله خب بابا کم در کجای یک زیارت کنم حاضر در کجای نمی حالی حاضر مچیت پراسپکت میرده شما خوندم آمدم وای کردم اومدم پرامای فکر کردم گفتم نواسای قندم قدی برادر قتی از صحبت کنیم خب جانی بگ دولت بگ زاده بابا جان قتی کانور گپ میزنی بچه نمیفهمی شما نمیفهمین لوبوت از قتی گپ میزنم کی قتی گپ زن مخی او کی دیجادم کانور زلیم خانای او کی مودم گپ زن کی مخی من گپ میزنم شما بابا تو خیال کرده لوبوت از قتی گپ میزنم نوروبو زارون مردمی زارون زنده و سربلند باشه مردمی سربلندی زارون زنده و سربلند باشه خدا نگهبانتون باشه آخی خیلی زور میگیری مصطفی چچن رزبارود کرده و گپای زور گفته چچن و داغستانی بوده با این روز ما صحبت کردیم یا نوار میپرتم قطعی داغستانی بوده این روز که نوار نه پگاه نوار قطعی داغستانی رزبار کردن و میپرتم داغستانی جورم شید داغستانی باور که هم قد احترام کسی که توباس بتونه بالا گذارم کرده داغستانی هم قد گپ زدم هم قد فهموندمش برای که توجیک و بفهمونه توجیک بدنش باید بفهمونه مردم بگی من توجیک هستم من توجیک سربلند هستم من وطندار هستم من ای نسل اسماعیل سامانی هستم من ای نسل بیرونی هستم ای نسل ابو علی بن سینا هستم او ای نسل ابراهیم خلیل الله هستم میفهمونم همه رو میفهمونم شما لایک زیر کنید خب با چی میگم برادرای قندم بابا گوشتین میگیری قطی اومدی پنجی بو میگنی قطی با چی گوشتین میگیری مخی گوشتین گیری یکم جو تنشه مخی قطی لوبوت گوشتین میگیرم بگی دیگه همین میگم بگی دیگه چی مخی دیگه چی بگی دیگه میگم همین لوبوت کمیتر میشه بگی دیگه نمیفهمم مخی مورد بسو دیگه چی گوشه چی داره بوده زنده باشه بابا افطار میذاره رمضان ده خیلی جهتم کنن میرم مخی شون میرم لایک ازیر کنن قزیق شوار قزیق مشلیسه بابا ای سرافشان سلام بگوید مردمی سربلند استرافشان و مردمی غریب مردمی مهاجر مردمی تاجیکی سربلند سلام میرسونه مردمی شهرمردای سرافشان سلام بکن اهمیت این سمیر شیطان خیلی داشت که من برام اکی نگاه کیات وان سر کار نیستونده اکی تو نگاه کده پس زنی را نگاه کی هم داغستانی مرا اکی گپ قتی مغلوب کنه مرا نیکتو کنه وقتی همشهری خودم خوش میشیده عقل شبین مثال یا دیگه ملت اگر مرا اونیجات کنه مرا پس بزنه مرا مثال نیکتو کنه در همشهری خودم توجیکی خودم خرسان میشیده چی بگم ترا خرسان میشه یا توجیک یک از پس بزنه توجیکی خودم خرسان میشه خدا به خدا میسپارم این عقلی نمیخواد من از بیگانگان هرگز ننالم هر آنچه بر ما شد از آشنا شد اینمی چیش بگم چیت بگم ترا گفتی همو حاجی درست مراد که ترا سگ بگم من سگ تم نمیگم سگ خوبه ترا نه که اگه با داغستانی ترا وای کرده پس زد ترا نیکتو کرد پرتوف این خرساج چپک زد که توجی که داغستانی پس زد این ننگ ناموس تو به ناموس هستی تو ناموس نداری بابا عصبی نشدم نه چی بگم امیرم این سوالی نکن این شما ده سوال لایک رو بشکن میگه که ترا همو داغستانی نیکتو کرد پرتوف گپ قطی سوال همی صحبت قطی خیلی مرا این داغستانی هیچ نیکتو کرد پرتوف تو خرسان شدی توجیکم تو خرسان شدی تو ای توجیکستان ای وطنی ما ای توجیکی یگم داغستانی یگم دیگه ملت نویسنده است تو همیشه میخوای که توجیک خطا یک از پس بزنه توجیکی خطا یک از پس بزنه یک از نیکتو کنه تو توجیکی کریسا بخیزی چپا بزنی که ای توجیک پس ای عقل نداری فراست نداری ای بیو نگو مکوس شما گپ زنی خب بابا گوشتین چی شید قطعی دلوار سفر
Dilovari qandi babo shul davja kino kesa. Kinoşa bram ya taftiş kını kuç kokan kinoşa. Boy blogger olmadı kino joshi yok. Çi problem biyo bugün haliş ne problem ota. Ne daim pramoy film ustayısın. Okuyam kino kese kino joshi. Biyo mun bram. Ta ki dilovarjoni qandi boboş matraqati junu dusun medrum. Hami kulula gabdan, lında gabdan, atkriti gabdan. İnin bram atkriti gabdan bir tavuy gabdan. Çi gapayım kinora. Ham kino çi gapse kino yok. Devori Samarkand'da, devori Bukhara, devori Khorasan. Çi gap şidak? Şu an kino naşidesine burmadaysa. Biyoma buram gabzanı, oşkor gabzanı, oşkor gabzan ki kino baro için manşidak. من برام نگاه میزنم و توریستم برام قطعش میبرم ان شاء الله با هم خدا وعده کردیم بچو خب کانال یوتیوب در کار مرحبا سلام بابای قن سلام با شما از مردم پامیر مردمی سربلند پامیر زنده و سربلند باشیم و برای ویو نوار کردنیم یا جوره دارم ایروشون یا جوره دارم و یا موی پرور جمشید من نمیدونم خیلی وقت ندیدم و خوری کردم این قطعه صحبت کردیم در جای ائمه حکومت با تراکتور تور هم چی بردن و جوره منه جوره باباشه با یک تا دیگه پومری بودم دوره پیش هم جنجولو زربوف خوشدیل گلخنده ایویچ جوره قندی من خیلی وقت ندیدم شدم زربوف خوشدیل گلخنده ایویچ جوده بود در تزگر در کمونگران میشیشت و خودش معلم بود زنش معلمه بود کشیدن رفتن ولی نمی درک ندارم برو خیلی بچه ضرب خوشدیل گلخنده ایش برو بابوشته زنده باشین بابوش همی دوره دوست میداری من آدم مستفیدم سرم کار نمیکنه بابا همی دوره دوست میداری چی را دوره خیلی چی را دوست میدارم خوشو گابدن دوره کیه دوره امی دوره باباش امی دوره دوست میداری ایسر بنویس نفهمیدم شما فهمیدین چی گفتن ها دوره گفته گیو دوره ها دوره دوست میداری دعوره چه دعوره حق دوست میدارم من حق به حق دور دوده شوا همین دعوه نگو همین رازبوره بگو خی احترام نگیرن رنگ هم چی میگم رنگ مسفیدو گاب زدی دعوره همین رازبوره بابوش رازبوره دوست میداری خیلی بگو زنده باشیم ای بابو یا برخا بگو خیلی ها زنده باشیم از مردمی غرم کمروب سلام علیکم از مردمی غرم ای کمروب دین روز اینه چی برکت های وی برکت کافی برکت های با پایون ترجده با کافی کمروب است های سلام علیکم از مردمی غرم کمروب کافی کمروب است های من رفتم اونجا هر داشت رفتم اون نوارو میکنم برای یو مردمی کمروب مردمی غرم زنده باشین شهر مردم وطن خب بوبی همین ملت هست همه ملت هست درست میگیم سلام علیکم مردم غرم کمرو زنده باشین ای خیلی نزاکی اون گفت بیزیم نگین از نمی مسجو سلام زنده و سربانش بچه های مسجو مردم مسجو قدی جونم دوست میدارم مسجوی بسیار لهجه شیرین دارن در همون توجیکستان و همسایه ما مچوی است یک دولت بکی مچوی بود وای بچه و نویرو نواساکو بسیار دولت بکی مچوی اولی ایده و بورا گم میزنم نقل میکنم خودی درم کلخوز گلستان دولت بکی مچوی میگفتم ای وای زور بوده یا خلا میپوشتم خیلی دویم وای میکردم حق میگفت که همون سفید بود نمیدونم مرا پیر شدم رنگ همون شدم چی بولم حق گپ زدم دویم حق گپ میزد و حق گفتم در حق نمی خداست کنم فریب و ماشینی که شیطانی پیدا میکنه نمیفوره مرا حق گفتم در کار بابا ملت پرستی که هستن یا خیلی زریتلو بابا و ملت پرستی که هم در کار نیست ملت پرستی که هم در کار نیست مثلا ما تاجیک سربلندیم گلوبوس میدونیم گلوبوس
هر یک چی هست، هر یک رزمری دولت هست. مثل تاجیکستان رزمر داره، همش رزمر سرحد داره، یعنی که با نام تاجیکستان و میشناسن، تمام دنیا کره زمین میشناسن. با ایستاده افغانستان هست سرحد داره، این ایستاده مثل قرقیزستان هست سرحد داره، ازبکستان هست، پاکستان هم خیلی همه رفتگی سرحدشون با نامی همون افغان و ازبک تاجیک قرقیز قزاق همیون میشناسن ما را. نه که ما مسلمان که هستیم، الحمدلله مسلمان که هستیم، ما باید ملت پرست نباشیم. کسی که کلمه اشهد لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، خدا یک است یگانه، محمد رسول برحق است، میگه وای برادر قند من، وای مسلمان، وای همدین هم زبان من، هم ملت من، ابراهیم خلیل الله. انا که یارم من ملت پرستی نمیکنم، من برای دولتم، برای مرز بوم تاجیکستان عزیز جانک من فدا میکنم. فهمیدی؟ میگن دوستداری وطن از گوشه ایمان است. خیلی رو باید دنبالو گپ زنم. من همین بابای همین گپای پستی بلندی زندگی میکنم. همین خمیدونم دوستداری وطن از گوشه ایمان است. میگن ما وطن دوست میداریم، وطن برای وطن جان فدا میشیم. نه که دیگه قوم و ملت هایی که ما مسلمان هستن و سجده میکنن و نماز میخونن و مسلمان که هستن، وایون مومن برادری مومن هم. ملت پرستی هیچ وقت در کار نیست. تاجیکستان ما اعتراف میکنیم، دوست میداریم، مرز بومش حمایت میکنیم. نه که برادرای قرقیز قزاق و ازبک چچن ترکمن چیزی که هستن وایون برادری من. یک چی هست اینجا، یک بلاگر هست درگی میگه ازبک قزاقی قرقیزی میگه و قرقیز خودش باشه نمیدونم چی باشه، ازبکی و میگه، یعنی که همشه یک تمه یک برادر میگه. برای سخنان بسیار با فکر فهمیدین. زنده باشین. خب ماشاءالله پاتریوت یا люблю свой нации и народа. همه جدا میگم ما شعری نری توج. البته راخی ما کو نمیخوام ملت ما پس زدن نمیخوام. ملت ما همین تاجیکستان دکو همین جوگی تاجیکی کو جوگی که در تاجیکستان زندگی میکنه، ما هم را اعتراف میکنم، هم را ما گفتم خالد میکنم ای تاجیکستان. وای نکن ما تاجیکیم، باید تاجیک هم خیلی گپ زنه که نمونه باشه. نوشیری عمرتون تاجیک خودتون پس میزنین در همین چی میبروین، در همین وای میبروین میگن که دو برادر ادین چورنی ادین بیلی رازبو، دو برادر ادین چورنی ادین بیلی رازبو. نوشیری رازبو رو تو نخی گپی خوب گپ زنین در کار نیست و گپی خوشو گپ زنین برین نخی. خیلی یوتیوب در خیلی میکسو تماشا بینم است و هم است یا اون گپی خوب گپ زنین یا اون چی گپ زنین. خب ببینم مسئله زنده باشه. فهمو کانال فروشی هست. کانال فروشی هم کی در بدروین آموزش یوتیوب و استاد من کانال فروشی داره. فقط حجت رقم مهر پیدا کردم که کانال میخره وایدا چی میکنه افور میکنه گارانتی قطعی. ای کوچه و ای تلفن و ای چی نخرین، همو کانال بخرین. میگفتم که قیمت به همت نیست، ارزان به علت نیست. بابی امی کیرمک در کراسوفکی گذاشتیم، ما کدومشو سر کنیم. با یک مرد چیل هنر کمای کیرمکی ما پاولونی ما موهیوی ما اوخی بیاگومسی ما همش تاجیکستان ده. اوخی ما ایجا بیام اوخی قطیش ما ای کیرمکو گفت زنم نمیدونم چی سلطان اکید و کیرمکو بگو نمره را بتونم اون واسه ما ده برو کیرمک در کارت، پاولونی در کارت، درخت در کارت، موهی در کارت. ما بتونم ما در سنتری مسکو در پراسپکت میریشتم اوخی کیرمکم در اونجا سر کنین. اوخی با یک مرد چیل هنر کمای کنین. خب بابا نمرو تا ته گپی مهم دارم اصلا حکیمو. همین نمرو ما این قدر که میگم نمیفهمین. 901 04 31 75 واتساپ 901 04 31 75 واتساپ. کلاس اوزاندین زنده باشین. اینو نوشگریه که بای لیمونه چی نیست که بابای قند یگان بیوه یفتی در اسیا قارما کندنی او تاجیکستان بودگی و میمونه که همین ایروپورت فرمادم خونه رفتم بود نگیرم شاکین شپم نکنم
همین یک گپای در پرامو افیر گپ زن اقلا در واتساپم برو گپ زن جوانی خیلی گپ نظر از زنده باشه بابا خواهره بیاد دفش که همون سمیر که او آدم میشید با اون نسل میگیرید سلام علیکم بابا سازن شکرانه بابا قند که خونه میره دیلمونا گرفتی بابا قند که خونه میره دیلمونا گرفتی یعنی چی دیل تا گرفتم خونه برای خیال بگو که با خونه دا افیر نمیکنم خونه برام خیال بگو با افیر نمیکنم ناو افیر ناو یاد گرفتم شما اکه بابا را کو شیق قدر یک گفتم بگم بیا دوستی کنیم آشتی کنیم بابا را غم نتیم بابا تاجیکستان برام با بیکارترم هر روز افیر میکنم فهمیدی خیال بگو تاجیکستان برام بابا خام میشینه تاجیکستان دا با هم افیر میکنی با بیکار موجود با همین او را کردن میگیریم افیره چون خیلی گم میزن نمیفورد تو را کو گپی همو بابای خودت نمیفورد بو گپ بابای قند زنده باشیم بابا یک لحظه اینترس نه حیات بگیم یک لحظه اینترس نه حیات بکن یک دو پیش رمضان برای شروع نری تاجیک در زندان سیبیر خدا همه زندانیای روی جهان خدای مهربان آزاد بکنی همه زندانیا آزاد شوند من همین رو میخوام دعا میکنم همه زندانیا خدای مهربان آزاد شوند انشالله در تاجیکستان عزیزم چند قد عفو شد که چند قد ولی با عفو انشالله با هم خدا عفو نیستن در جهان میشه در تاجیکستان عزیزم عفو میشه که نیستن در جهان هم حیران میشوند انشالله ما امید دارم عفو میشه انشالله زنده باشین شیرای نهر بابا در جان ما زدی اوکی علی در جان تو زد و تماشا نکنی برو نوخی چی تماشا که در جان ما زدی بابا تایید در جان ما زدی بابا خیلی بابام در جان ما زدی بابا دیگه گرم نزن بریم بابا اختونه گپی قبلی گردنیم چی درد علم داره بابا اختونه گردنیم من برای که بابا خودم چی گپی گردنم پدر مادر خودم گردنم پدر مادر دیگر رو با وجد و گم میزنم برای که وای دیگر رو آخی خب بابا مسکو او با هوا روسیه فوریده خیلی که فوریده نه فوریدم که خیلی مهمون هم جاخی بابا در حق من میرزاشا دعا کن التماس میرزاشا خدا چی مراد مقصد آرزوی داری به اون مراد مقصد آرزوی اینه که برسی الله اکبر زنده باشه برادر قندم خب خب چی گفته یا برادر با لیمون چی گفته لیمون شوخی کردم بابا جان کم شوخی هم در کاره شوخی که سرم وایرون نشه واقعی یکم شوخی شیرادو یوروپا برد سه ما در شهرهای یوروپا ایفی کرده و گرد بابای قندسازی خوب سلام از رایون واسه اینجا زنده باشی الله با خفه نشه ایدی به قطعی گوشتین میگیری خب بچه ها گوشتین میگیری باقی ایدی بگم برادر قند ما و گیزاله به حقارت میکنم توی خیلی میگو بابا تو نمیفهمی بابا میگه تو نمیمونه نگی میگه توی خیلی نکه ایدی بگ با خدا تو مرا نمیدونی ولی با کیو نه چی خیلی آدمو ترام نازمیم ترام دوست میم ترام بخشیدگیم پیش رمضان که ایدی بگ ترام بخشیدگیم بول میگی نمیمونه نگی نمیمونه چری نکه بیاد افیروت دیگه خیل که برادر قندم خیلی وحشت همه ایدی بگ جدا بیا حقمون یا و بخره ایدی بگ خیلی یو گفتم با نرد ناشکری کارای تو باید که اینستاگرام را میتونی باید که با یکم منیجر چی داری میره دارو یا کریستا میمونه همی تو انا حرام خور انا نمیسر خور انا نمیشکو خور ایدی بگ هم که بگی تو آشتی کردنی نیستی تو گفتی هم یک نوجوان مرد تا مردن تا همی تا پیر شدن تا همی جنگ بکنی جنگ نکه ما اودمو جنگ ما ترکو این پیش رمضان بخشیدم چیزی که گفتم بخشیدم ترا یا که اسماعیل جان قندی بابا را اسماعیل شهری نرای اسماعیل ما خودش بخشش پرسیدم
ای مادرش بخشش پرسیدم ای اولادش بخشش پرسیدم اینا حاضرم با بخشش میپرسم خیلی چیزی بود گذشت رفت یه چیزی بود گذشت رفت من هم خیلی فعل دارم دین جان کردیم میروز آشتی میکنیم همین خیلی قسم نمیخورم که اینم بچه قشلاق ما را اگر بپرسین که بچه قشلاق ما را بپرسین بگن هم حاجیش خیلی آدمه جنجال میشید برای زمین و فرمری که کمتر کارو بزیبه حکومت شهر وحدت چه حال داشته باشه چند وقت زنگ نزدم نمیدونم حکومت شهر وحدت زمین رو تغییر کردن کالوچکا رو تغییر کرده که باباش میاد سر زمین میرفتیم برای زمین و فرمری کم کم که جنجالک میشید سحر می اومدم مچیتی مود هم خیلی سحر بس سحر میشه همه قطار میشون رنگ ایشون خلیفه حضرت مولانا هم خیلی بده همو یاد گرفته بودیم قطار میشه همه سلام میکنه برادر سلام میکنه میان آخرون دعا میکنه همه میبروین خلیفه ایشون خلیفه در حضرت مولانا بود که خدا رحمتی هم خیلی وای کرده بود با همه قطار میشه یا خیلی آدم قدیما جان کرده بود اینا میگیره زحمتشید نمیسته میگه اولم حجومی سرون سلام میکنه ما قضیه بود سلام نکنم سلام علیکم و رحمت الله میگیره میره دیگه نمیسته یا خیلی آدمش میسته با ما بیا سلام میکنه با میسته خیلی که اگه حاجی ایزو میکشم میخزه قهر میکنه میره سلام میکنه با ما میو سلام میکنه میگه تو چه خیلی آدم میگه دین قدیما جان کردی با رو سلام میکنی والله قسم دستاشونو میکشم تو دین جان کردی قدیما و بعد دین جان کردم با رو داشتی مخی بعد خیلی نیست ما فعلی ما همیه اینا قشلاق بپرسین قشلاق بپرسین حالا بچه چند من نزدم که همین بچه بعد اینو محترم من نزدم که من میدونم و خدا و تعالی دا فعلی ما همیه همین دیبه رمضان های با کی پراتون که همین کیرا نمیوم همین عبدالله بابای فا ما در توجیستان بودم گفتم بچه خوبه برسونه نمیره عبدالله بابای فا چون من می‌نویسم در این بالا همین عبدالله بابایف می‌نویسم که خبر میشید عبدالله بابایف شیرا و شربتدار میگه چهار میسره کو من پریویت کردم و یا گاف زدم قطیبای اومدم جمعهش رفتم گفتم خیلی روز اومدی مرا فایرود کو خود ما بابای مخیا که بابای مرا فایرود که ما بشینیم قطی تو یا صحبت کنیم نمیدونم چرا میگریزم دیگه بابای حرام خورم برام میگریزم خیلی که چیزی میگن بگن اخی بها مرا و شما را خداوند بها میتیه زنده باشین عبدالله بابایوف بعد بچه کیرم مولای بختری احمد جانم داره گجوده شما دارم تریتوری هم نزدیک دارین کو من ادرساتون نمیدونم من لغت میکنم میدم پیشتون همین عبدالله بابایوف همین بچه مرا گفتن راسته همین احمد داره احمد هجوم داره کو احمد یک ذکر نوارش کردم با فهمیدم گفتن که آتش تعریف کردی بچه تانکی گجوده تو اخی بابا اومده روسیه درزا اومده توجیستان فیرود نمیکنی که درد دلش بپرسی یا که عبدالله بابایف یا که احمد جون یا که برادر دیبه او فیرود که خیلی فیرود نمیام جای شما رو اخی خیلی من اینجا شتم نمیجدا یا که پیش ما بیه یا بیا به خونه ما یا بریم به خونه شما یا صحبت کنیم مردم تماشا کنن ببینن که چی گپه فقط خیلی که تو مثال زورم باشه لاد ممکنه مالی شو که همین لاد ممکنه مالی شه لاد ممکنه دایفی پارتوینا مالی شه بریم یا قطعون زیارت کنیم یا سلام علیکم کنیم یا دوستی و برادری کنیم پیش رمضان بخشش کنیم نمیشه این فکر شما نمیشه هم خیلی کور زونی گابون تو باشه من میخوام همه تا دوست می‌دارم همه تا بخشیدگیم چیزی گفتن نگفتن بخشیدم اسماعیلی توجیه کردم که ما بخشیدگیم تو شهری نه تو وای نکو ما بخشیدگیم ای مادرتم بخشش میپرسم همه بخشیدگی یک کلمه بعد گفتم من بخشش میپرسم زنده باشین که با چی نمی‌سوندیا شادی خان خان سلام گفته علی گیر بابا کی شادی خان عالم خان و علیکت بر سلام برادر قندم شادی خان عالم خان زنده بو سربلند باشی نشناختم تو خی خوب باشه خوب تو در کجایی ما در پرسپکت میر نه پرسپکت میر دایم وزیر پرسپکت میر دایم ما در خواندم اومدم گفتم که یا نوار کنم پرسپکت میر هجومه باباجون 88 میگن باباجون 88 اون بوده چون که دیگه خب زنده باشین
بابا یگان بار فوق موندگی فوق چخیلی میمونه فوق موندگی نوشگری گپو بابا برادری باباجان 88 красавчик یونه باباجان 88 красавчикай бо бобои қанд бо айвода красавчикай о красавчикам خدا اعلام بکنم بابا بلاگر بگو با بابای کراسافشیک میگم چی میگن خیلی خیلی بابا کی داره اینا خیلی بابای کراسافشیک کی داره روشن نگاه کن بابای کراسافشیک او بابای بلاگر چی میگه بابای بلاگر میگم سوال دارین بلاگر ما خیلی ملو نیستم که من امری معروف کنم شما دا اینا گوش کنین برادران خانم من ملو نیستم که امری معروف کنم چنین میدونید که من امری معروف میکنم ما یگام دانشمند یگام چی بگم سیاستمدار نیستم که ای سیاست ای وای گپ زنم من دهقانم بلاگرم لباجو میرم دارم میبینم گپ میزنم دارم میام گپ میزنم زنده باشین شیر الله خب خونه میرم خونه برام وای میکنم ای سلام علیکم بابا جان قوا علیکم السلام بابا ما گرانیسا میگذارم در حق ما دوک گرانیسا میگذاره کجا گرانیسا گذاشته استی اون گرانیسا رکلام میکرده که باباش قتی برین اوخی بابا هم یا دعوا کنه دعا میکنم هم مرا دعا میکنه که گرانیسا ما گرانیسا کردگیم که حوجی زوره حوجی بیحت حوجی ما کدی میره رکلام میکنم خو گرانیسا بوشا رکلام میکنم یا کی چی بوشا گرانیسا یا کی اینا فروها هستن که فروهایی که بار میبرن او قدیما معصیت کردگیم گفتگیم که پروردید نمیکنی چی نمیکنی وایورم رکلام میکنم وایم آدمی خوب حاجی همش گفت بابا اینم خیلی پاکوف که همه رو گارانتی قتی میبرده هر یک نوحیه میبرد وای میمونه خیلی بود نمروش هست بنویسیم وای کنه چیزی که بریم این یگام جای وایش نیست چیزایی هسته که ایجاد چیزای مثل کچ استوینی هستن اونم درو رو دیدین کچ دیدین بالونو رو دیدین و هیچ جای ایزو کشیش نیست مثل یگام پلیت کم قتی میخری میبری اونجا ترکستان دا چند قوای میکنی میگردی کار میکنی و چیزای درکاری هم زنده باشین شیر الله این کارا اینا میکنه هر چی را که ما دیگر رکلام نمیکنیم با فکر دستف که مسلم دیگر رکلام نمیکنم دستف که مسلم خیلی که معلش خب سلام خدا نگهبان باشه خدا کارات برات یا بابا جانون لوا میگیری ای ناشگریت همین گپایی که بنویسی اوخی جانون نواسای قندی ما اوخی وای من نصیحت کردم اوخی وای جانون اوخی خیلی مفید خیلی گپای میخیلی او یک چهار پهلوی وای بگیره وای اوخی جانون دا مردیان سیگارو دا حقی جانون مردیان سوختیان مردیان برفتیان اگه بابا دورش گذاشت بابا جان جولا بورید همین خیلی جولا بورید تاجیکستان دا کی پاولی سبز فیچید ما دا پرستان بای کرده زنده باشی شیرونم بی تربیه چی نویسم بی تربیه من بی تربیه اگه تو منو تربیه میکنی تو اگه تربیه خوبه همین خیلی بیا حوالات با خدا بیا شگرید красавка любой точкаи Россия рӯй мекунад хай бурӯй нох красов хай ҳами кора ҳамаш интернет хаш дига бале маъруф гапи гуфтанай маъруф гапи гуфтанай мегум хушу акне خوشو گپ زنین معروف گپی گفتن های امری معروف های که کلی معروف های چی گفته گیشی معروف گپی گفتن های شما همه احمد به سواد این با خدای خیلوش و گپ درباره امری معروف میره که گپ درباره کلی معروف میره گپ درباره چی میره نمیفهمو خی امری معروف های کلی معروف های نمیفهمو کلی معروف نوشگری امرش نشه نمیبینیم شو خی بچه زوره حاجی معروف های زوره بچه زوره همون رو من رفتم یا نوار کردم کلی معروفه قطعی کارپرنگ بود اولی بلوگرین بود
ما رنیم خیلی شما هم پاتیش کن گام میزنم کن ما گپای برام میگیرم رفتم همونجا دا خیلی نوارش کردم رفتم که خیلی دیدم یافتم بعد گفتم که گوش کن ناشگری سری کلد نشوه که همین کابینه 14 همین شبیه قومی لوتای بکن دافش که گفت بابی جان خوب میکنم دافش میکنم کن ولی که گفت کندم بایش کردم گفت خوب تمام دیگه وای چی نمیکنم انا با کار پرانک اومد با ناشگری گفت که ما اصلا قلی قای جنونی لاو گابزن ما اصلا دستاری معروف بشه که جنونی لاو بلیسه و خیلی گفتگیش نیستن وای ما او جنونی لاو خایپانوت کرد باباش کی نفهمید که باباش ولی باباش نه بلوگر شده است خیلی یگان مسئله قدیره کرد و جنون خیلی کار مرا خیز برون ای تو انا حواس که حواس و با ما حواس ندارم حواس بلوگری ندارم ما حواس دارم که آخی چون چیالی گام میزنم بلوگر آخی ما نخو که گلاکو دینانگی بلوگری کرده بودم ما اگه نتونم بلوگری کردم ما گاپ نیوم گاب زنم نه زنده باشی زنده باشی خب بابا جان سلیمان میگه یک دعا منتیا کارو گروم رفته است روزش 10,000 روبل سلیمان کیه سلیمان کارو گروم رفته است یک روزش 10,000 روبل سلیمان شو خدا عیز زیاد بتیا خدا عیز زیاد بتیا 10,000 15,000 روبل هر روز کار که نیک خیر سخاوت بزنکوی بیچاره درمونده کمتر خیر که همون خیر فقط داو گوری تنگ توریک باید میشه با فایده نکنه خدا عید زیاد بتیاد الله اکبر خب بابای همسیم ما دو بتی همسیم ما که همسیم تا چی مراد مقصد رو به اون مراد مقصد نکش برسه ماشه الله اکبر خدای میره خب سنات باشی وعده شیر مردانی وعده جانون خدا بخش سفید بتیا بابا این کولیا توجی کجا شد این کولیا توجی که من یه روز قطعش امره شدم توبه یکم روز من نوار میکنم این کولیا توجی این خیلی این هایکنی را ما دیدم کو باور که خیلی که با گام بزنم کولیا تاجیک اوجی کمروشو خولیگانی تو یکی вообще تو خولیگان که هم میره رازبور میکنه هر کس را این ولی ما گپ میگم که خب یک گپ شو بگم کولیا تاجیک یک کار شو بگم همین اومده استیم اینا مردا گوری اومده استیم همین خیلی های کسی کو همین خیلی های کسی هم شلاگبان خیلی پلات نیه کو بود نگم که بود یکم پرابلم چه ها نگو میگه پا نمیشه و دیل در نمیگه که بگاب زنم ها اوجی کمرو بو اوجبور دودارش اوجبور کم که تلفن مرا کلید بود که اوجبور کلید رفت نه اثر سیم کارت خریدم اوجبور شده سر بگی همین اومده است فور همین خیلی پلاتیت کرد رفت این همین دور ایده ما گفتم چیکار میکنم همین اومد همین فور ایکون فور میزگره شلاگبان باید گذار با تق باشه و محکم شکو همین فور همین تا گذاشته است این همین خیلی ایرو صدراب ایرو چرا همین فور همین گذاشت همین شلاگبان اولی همین خیلی ناو گفت میام که شرط تاش شلاگبان قطعی گذاشت تق همین خیلی زد گفتم در کنی ماشین زد گفت خیلی رم چند چی گذاشته گیرم ای هوجی کامران کو ای خیلیش در عقل آدم جانو میگیره فورا گذاشته است این خیلی فورا گذاشته است ای وای میکنه فورا هم تا گذاشته است همین شلاگبان موقع کنی فورا بابیه با یک چند سکوند پس باقی فورا میزگره و بعد این شلاگبان میخواد همین فورا گذاشت کو همین 2 متر رفته این خیلی گذاشت اینم خیلی گذاشت طلاق و چیز زدک گفتم تو دکونی موش گفت که نه گفت بابا شما میکنی گفت خیلی رو گفت مناو دیده این هوجی کامران هم خیلی بر همین خیلی نو ترس بوده که وای اگر دولی سکون چکنم میزنم ماشین دو بلاک میکنه شلاگبان انا پرابلم انا کامبرا انا گپ خوار همین آدمی نو ترس کو با میره و رازبور میکنه ما قول شدم
اینا میگه پکو من قول شدم که همین مردک هم خیلی بعد این مردک نوترس میره رازبار میکنه آدم نوترس میره و رازبار میکنه میره و گپ خبر میکنه آدمی خدا نگهبان تو شب بیا که مرا نکنیم سیار خب بابا در پریما خرس در پریما خرس پریما پری آدم دیگه بگم نیان دیگه هم کلینتو غم میتین بگم نیان کلینتو بگم بیا افیر کنی میگه بابا تو آدم کلینت بسیاره تو غم میتی میگه افیر میکنی خیلی بکنه میگه که بیا بچه‌ها زورا بیا پریما خره هم که پریما خره کور برو ماشونه هم چیو تجهیزاتو دارم بچه‌ها زورا کوربلاسو چیکار میکنه خب منم میگه خیلیش زنده باشین بابا بله نوشیگری کردی برادر ای بابا غنیمت چی در کار گپوی قبه میزنه شعر نر زنده باشی او مردمه که بابا رو گپی قبه میزنن کو او با دودی با سال بابا خدا بدونه که این میگه تن بابا رو نه که فکری مده تا همی بابا رو نینوی دید میکنی گپوی قبه گم میزنی حقارتش میکنی کو تو میگه با دودی این نرس میگه خداوند جون تا تلپاس میگیره فکری من میاد تو حواس نمیکنی برش بابا حواس نمیکنی با سول بابا حواس نمیکنی تو ها تو گپوی قبه گم میزنی گپوی مورا اولی خیلی میگن که ای گپی تو در اینترنت و میشه تو دیونایی به عقلی چی تو گپی در اینترنت ایجاد ثبت میشه ما در اون گوری تنگ تاریک ما سخن اینو میگه در گپو مبتدی جواب میتیم نمیدونین شما در گوری تنگ تاریک این گپوی گفتگی را میپرسن ای موتو تو جا حقارت کردی کو مرا خیال گونه میپرسن تو یا بابو که بابو تای حقارتش میکنی نمیپرسن خیال گو انتظار شو میپرسنت بابا گپوی بیزی پا مینیسن ای بابا ای غمی دنیا رو ریش سفید شده اتاک همسول منی راست گفتی ای غمی دنیا رو نه برادری قندم گردش ایام ما رو در جوانی پیر کرد یک نقطه بسای گردش ایام ما رو در جوانی پیر کرد خدا رحمتی ودینا هاشیم همین میسرش مده بسای همین میسرش پول زندگی رو میفهمونه گردش ایام ما رو در جوانی پیر شدم و میده در جوانی پیر شدم برای که ایام پستی و بلندی های زندگی با میگن که بابا افسانه گفته سر زنده باشین این ما بسیار وای نمیکنم یک کلمه اکش میگیرم مثلا می گردش ایام رو در جوانی پیر کرد فقط رقم حجت مهر پیچت دلیل خطی یعنی که مولای بختری میگه که در دل سک خوک مردگی میگه کو بس اینم همین معنی رو داره همین خباسه همین خب آدمی عقل دار بسه که دل دکی سک خر بو گرفتگی باشه هم خیلی این میخه دویم زیخ میشه دویم در جنجالی داره میشه برای که دل نیت صاف نیست فهمیدی این دو چیزا من میکنم دل من قد کدوم آدمی که همین ماده پروتیف برو اومدن نگفتن غیر همین اسماعیل توجیک خیز بخشش پرسید وای همون دیلش که غاج ده میگه تو مردم من برم نه که ابوجهل مسلمان شدنی نیست میگن کو بابا میخوام تو رو میکنم بابا ایغمی دنیا خیر ایغمی گردش ایام گفتیم بابا بلوگر بابا ای وحدت خب بابا ای کل خود بیستم او گیجونه کامنتر رو خونده اسم بابا کامنتر رو بخون سلام بابا یک سوال ممکن خیلی بگو سوال بیزه بم نتینم سوال خوشم تیه بابا فقط به پیش خب بابا جان کن گوشتیم کتی دیلوار شید دیلوار ولی بریم کو ولی بریم با میکاموش میاموش ولی میکامیاموش
دلوار دا کو دلوار جانی قندی من وای بلاگر زورا وای 10 سال استاجی کوریدور اخی ما یه سال نشیده ولی وای 10 سال استاجی کوریدور وای خیلی کی همین نه کی وای پروگرام داره با فکرم یگم لوش نگاب نمیزنه یگم همرم قوی دویم امر رسپت قوی دویم نمیزگره این ما میگه هر چی میگو وای بسیار وای بلاگری شو خیلی گام میزنه دلوار جانی قندی بابوش همین برو هم به پروگرام گابزن کو ولی من به پروگرام دیونو گام میزنم خیر اوخی همین درد دل تا گام میزنه هیچی نیست اوخی درد گام میزنه او همین خشوع گام میزنه همین قوای گام میزنه اعتراف میکنه و ما پادپساس پیش پادپساس که رگیم به بلوگیرم ما گفتم که حقیقتی سلام کنم بسیار درباره تو ما دا گپو هرچی گپ میگن که ما گپ نمیزنم ولی قطعی با خودم با گپ میزنم دلوار جون که همین حقه اونو حق خیلی گو دلوار دا گپو قبیل نمینیسن هم قبیل نمیسن که بعد نمینیسن نه که باید اعتراف میگن همچون برادر ما اعترافش میکنم یگم خصومت یگم چیزی ندارم خواهیفتم بیا گوشتین بگیریم با قرض میکنم خواهی گوشتین خطی من رزد خواهی میگن یا بابا رزد گوشتین خطی من باید زدم میگه خواهی یا بابا یا بلوگر یا دلوار خواهی زده یا نواسه شد گوشتین خطی زده یگم جوی تانه خب بابا جان قندم زنده باشی همه وقت خدا قوت بده بابا جان شیری نرشو زنده و سربلند باشین شما شیر بچه بابا چیره نکن بابا تو خری بدی بابا تو خره تو بابا تو خر میگو بابا تو اوتا تا خر میگوی تو بابا تو خره اکنه من خر گفته چی خری بدی چی گفته بابا جان شما با 2 میلیون در کار یک اوفیس در مسکو و پیتر کشوید و ترندینگ کتی کارو بار بگیریم خیلی شما نمیفهم اخی 2 میلیون دیونه ای اگه 2 میلیون ای خیلی خواب کن خیلی بیاد 10 minut دیگرم کن با خواب میکنن گپی هم برادر رو بگیرن ای خیلی خواب کن تلخش کفیده ایست ای سوخته در گفته ایست نمیفورش نمیفورش همی افیر برو خیلی تا افیر خواب کن برو چی منم میگفته ایستی ای خیلی خواب کن خیلی من ولی 10 minut پس میرم افیر میرم خواب کن تو چی تلخ کفیده خیلی خواب کن برو بوو تا بو خواب کن ای بووی قند متین در کجای متین هم نمیدونم متین در کجایی متین بابا تو مادای تو در پیتری در کجایی نوشگری عمر ده شوا متین بابا تا یک سراغ پای که متین کراسافچیک نخواهی پریوتش کردم سلام از درون مسکو زنده باشین پختکار تجه سلام از درون مسکو زنده باشین درون مسکو باشین مچیتی پرسپک بابا یک سوال ماه شریف رمضان چندم چه 23 ده 23 ما سر میخیزیم ما نه خود تو بسیار دنیا تقویم گرفته تقویم ها رو بگیرین بکنم بابا خدا نگهبان باشه زنده باشین السلام علیکم بابا جان من رکلام میکنم کادون نبیرم خیلی رکلام کنم برو سلام رکلام میکنم بابای زمانوی در تاجیکستان بابا یا رب خون ناشگری رب خونی چون رب خونو باز کردم رب خونده بچونو فریدون ناشگری کارو پرامو افیر دارم خیلی 6 minut دیگه گپ زنیم با برویم افیر برویم خب بهترین آدم با پیش زنده باشیم بابا در کتی جانون گوشتیم بابا تو کتی جانون گوشتین نمیگیری خود دیونه شما یک گپی میزه کتی جانون گوشتین گرفته میشه خیلی کتی جانون بگو صحبت کرد دیگه گپ آخی خیلی میشه گوشتین گرفته میشه دید من کتی جانون گوشتین نگیری خیلی مردم بابا کتی جانون گوشتین نمیگیری ای جانون واسه قندی مای وای دوخی وای مادرای وای زنای وای کارو بارش دیگه من دعاش میتونم یگم چی وای میکنم
خب باباش رنگی همانواری بسوادی معلوم شد او بسوادو میگم نمیفهمن به عقلم چیه بسوادو نه که با امی ما گپای شما میفهمیم بعد نخو گپی مرا نفهمه گنگک بودی کتایست که لفظ میفهم گپای مرا نمیفهمه با سوادو در افیر شما راهگو میزنم اوخه بس همین بونه یک خیل گپ میزنی باید تعریف میکنی یا تنقید میکنی تعریف نوشیگری امروز با کارم کرد اوخی سواد داری برای خطا سواد داری سواد داره کو سواد داره پروفسورای اکادمیکای تمام آدمایی که خوندگی نه 30 ساله 35 ساله نمیفهمن خزان میزنه 35 ساله نه که پیره را تای کردگی نیست اولیوار او روزایی که ما دیدم او دیدگی نیست عالم شدن آسان آدم شدن قینه میگه عالم دیدی عالمو چیکارا کردن عالمو چیکار کردن یه تامی که تا بدره پرامو افیر گابزن 93 پرامو افیر کردن پوزن زدستی یا بول بدرو همین ماز نپرداشتم گفتم که یکم پرابلم پرامو افیر دا بدرو خب زنده باشین خیلی افیر که محکم بکنیم بچه این قدری همی زنگم زد بچه ها میمونو با زنده و سربالان باشه شیران علم بابای زمانه با پی زنده باشه بابای زمانه باشه هم خیزم وقتی بابا همی وای همی کپیدی لایک بای قرد بچه ها یا تجه وقتی همی گوش که شما مستفیده که همی مستفیده رو عیبی خچونه میرن گاو کار میکنن اوغل میرن زمین فرمری میکنن پنسا برامادی بگرد بچاروخی بسا بابای زمانه ماتین در هندوستان ها دیدی در هندوستان ماتینا در هندوستان خیلی خورده چرده گشته همین بلوگرو کو همین بلوگر یا ماتین یا دیگه اش یا دوست مراد یا که دیگه اش همش کو همیو سپانسر دارن میبرنشون اگر یگان بلوگر خیلی پول نداره که برای در امریکا و در دبی و در دیگه جا بگرده سپانسرشون میبرنشون کم فهمیدستم بابا جانان شد وقتی جانان گشته درم کارو باری خودش این قبل برای جانان میپرسن مرا جانان خیلی جانان ساز وقتی گشته نمیدونم شکر نکرد گفته بودن شکر در چی فایرات کنه در تویت فایرات کنه پختاباد به پیش زنده باشین قپیدم لایکا بابا جان مسجد دیدم در گرفتم اونی پدرو خیر کو هممون در الله خیر کردی کو خیرش که هم تا بیدست نفهمم بیزود ایجانم کرد همین مرده گه برونو میدروه یوتیوب ببینه کم چی احواله 950 93 بچه این قدر زنگم زد شبه خودت نمیدونی ای دیگران میپرسی آخی برای ما به سواد مخی فهمیدی بابات به سواد برای دیگران میپرسن محترم استودیا مبل اینجا برو استودیا مبل سر کرد استودیا مبل خیلی استودیا مبل خیلی محمد یوسفی قندی باباش خیلی نوشگری عمرت نشوه چویا بر زنگ نمیزنی استودیا مبل چو زنگ نمیزنی همی استودیا همی چیه کو کنکورس هرمای میگم کنکورس بازی نکنی هرمای فهمیدی نکی میدونی نوشگری عم شونه شو این برادر تیجی محمد تیوی همشون میدونه هرمای نه گوش کو بابا گوری تجیدا گوری مجیدا پریود شما بلیت نگیره این همین مهاجر بلیت نگیره کنکورس تمام بلیت نگیره میدونه هرمای اوکی بیا خیلی دیگه بسیار گپ نزنه بایرا نکی محمد یوسف با وعدش وفا نکرد
محمد سوی قندی باباش با وعدهش وفا نکرد. زنگ زدم که ما مثلا میرم بیا پروژت که مرا ناومد. گپ زدم نه تا حاضر یک سخن نکرده. میرم اونجا ولی میقفم خیلی میگم گوش کن محمد سوی تو چو گپ نمیزنی تو چو قدیمه سخن واتساپ خودت میترسی که واتساپ ترا میوان واتساپ خودت قد نگه واتساپ میلیون تا واتساپ کو برو بگو باباش خیلی دگیجایی نوشگری یا اوتگی و بچگی ما اینا که میگوی بچه خونی خیلی بچه خونی نوشگری عمرت نشوه میلیون تا دو دستی یک مینوت خدی باباش گپ نمیزنی یا شیره و شربت دور کرده بود نور کنم ها شیره و شربت نگیریم بلیت حرمه زنده باشی نیک میدونه شما حرمه خب افیر تمام بچه برادران قندم باباجان روسیه دی تاجیکستان دا اوخی در روسیه مثلا مظلوم علیشیر قلق یک تویدی نام داره نه که وای قلق میگوی وای اولی بابا قلقا وای نشه همین سوال جواب میتون بعد افیر میکشه میگه که قشلاق اومده یک تویدی قلقه وای اولی اومدنش قلق میگفتن نه اومده قلق میگفتن قلقش میگم خرسان میشه آخر میگم ما قلق موخی میگه و ما قلق میگم ما یا خیلی آدم قلق میگه قاش میکنه قلق چیه قلق آنم خیلی مرد کوه قلق آنم خیلی مرد که قلق قدیما کار فعالیت کردم علیشیر اومد یکی علیشیر قلقی نو محترمه چی اینه پیش اومده هر زنگ زد گفتم کارم بسیاره کی من نمیتونم تاکسی کار میکنم باید پول جمع کنم خیلی پول جمع که اقلا نامد یا سلام علیکم علیشیر قلقی پس قلق زنده و سربلند باشین یکم گپی پس بلند گفته باشین بخشش احمد بخشش میپرسم همتون برای ماه شریف رمضان تبریک و تهنیت میگم ماه عفو گناه ها ماه دوستی و برادری ماه یکدیگر فهمی ماه هست که باید عفو گناه ها هست همین خلاصه کرده گویم زنده و سربلند باشین دوست باشین برادر باشین دیلا صاف باشه خدا نگهبانتون باشه با شما بود بابای بلاگر آقای محمد زنده باشه